دوستان قرار هست توی این ویدیو بدونیم که چطور از گزینه ریپلی که توی این سایت کاملا رایگانه از استراتژیمون بک تست بگیریم. وقتی روی ریپلی کلیک میکنیم اینجا به ما میگه که شما توی کجای گذشته چارت میخواید تست بگیری. ما خیلی به طور اتفاقی مثلا یه جایی توی گذشته چارت رو انتخاب میکنیم. از اینجا دیگه چارت ما الان شروع میشه. فرض میکنیم طبق استراتژی که داریم که هر شخصی میتونه استراتژی متفاوتی داشته باشه، فرض میکنیم اینجا یه سطحیه که ما میخوایم از اینجا لانگ بگیریم. اینجا گزینه لانگ رو انتخاب میکنیم و میذاریم. حالا میایم تی پی و استاپمون رو مشخص میکنیم که ببینیم وین ریت استراتژی ما چطور هستش. از اینجا هم میتونیم تعداد کندل هایی که در هر ثانیه حرکت میکنه رو مشخص کنیم. اینو من پلی میکنم، میبینیم که داره بر اساس گذشته بازار از استراتژیمون بک تست میده. اند رو هم که بزنیم چارت برمیگرده به حالت اول خودش. این کار رو هر چند بار که بخواید میتونید توی گذشته مارکت انجام بدید تا وین ریت استراتژی و معاملاتتون رو بتونید به دست بیارید.